من تو سنت دورکمی ببریم به واقع تلفیقی از این سنت جامعه شناسی کلاسیک که دغدغه بنیادینش اول سامان علمه، خود جامعه شناسی است. خودش تو کار خیلی مهمیه که تو جامعه شناسی نشده. بسیاری از جامعه شناسان ایرانی چیزن، پژوهشگرن، پرسشگرن، گزارش نویسن، کارمندن و فلانن، ولی اینجا رو رها کردن و رفتن. ساختن هویت جامعه شناسی در ایران و تثبیتش، من فکر میکنم دکتر آزاد از اونهایی است که دکتر آزاد رفته باشه در اتاق این همه آدم میشناسه. این دولت قبلی 9 تا از وزراش رفقای من بودن. یک روز من سراغ یک کسی نبودم. انجمن‌های علمی فرهنگی داشت. رسوند که تاثیرگذار باشه در مسائل اجتماعی.